خبرنگار آذربایجانی خدیچه اسماعیلова نخستین بار بعد بازداشتش 5 دکبر پارسال 24 مارت اجازت یافت که با خویشاوندانش ملاقات کند. ملاقات اسماعیلова در بازداشتگاه با خواهرش سبینه رحیمова و دختر او پشت شیشه صورت گرفت. با گفته خانم سبینه روحیه خدیچه خیلی خوب است و با تمام همکاران و طرفدارانش سلام گفته است و گفته است که بازداشتش با فعالیت‌های در ژورنالیستیک تحقیقاتی مربوط است. حالا در صحبت با ما در استودیو ایاز احمدов شارح بخش آذری رادیوی آزادی است. ایاز سلام، تشکر که به صحبت ما آمدید. بگویید که باز چی تفصیلات دیگری از این ملاقات اولین خانم خدیچه با نمایندگان خانواده‌اش در دست شما است؟ در اصل مسئله گرفتن اجازت ملاقات با خویشاوندانش برای خدیچه یک مسئله خیلی جدی بود. خیریت که مقامات نهایت راضی شدند یک چنین دیداری برگزار شد. ما میدونیم که این ملاقات در شرایط زندان پشت شیشه و با حضور ناظران جریان داشت. آنها درباره سیاست حرفی نزدند. حرفی کاملا نوی هم نگفته است. خدیچه گفته است که خود را خوب حس می‌کند. ما میدونیم که بعد بازداشت این ژورنالیست معروف منعقد حکومت آذربایجان چندین بار اتهاماتی که نسبت بار شد دیگر شدند. حالا در مجموع خانم خدیچه اسماعیلова در کدام جنایت ها گمانبر یا متهم دانسته می شود؟ این یک تجربه معمولی مقامات آذربایجان است که اول شخص را محکم کنند و بعد جستجو کنند که چه گناهی به سرش بار شود. خدیچه را مدت‌ها پیش می‌خواستند محکم کنند. 2 سال پیش یک قطار اتهامات به سرش بار کردند، ولی تنها دکبر پارسال نهایت او را بازداشت کردند. اول گفتند که او کدام مردی را به حالت خودکشی رسانده است. بعد 2 ماه دیگر گذشت و یک دنیا اتهامات دیگر یافتند. باید گفت که در اصل هر اتهام ضد او این اتهام ضد رادیوی آزادی است. آنها میگویند که گویا رادیوی آزادی در قید نبود و این به آن معناست که خدیچه اسماعیلова گویا به فعالیت‌های غیرقانونی تجارتی مشغول بود. گویا وی از پرداخت مالیات فرار کرده است. با او تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. شما خودتان هم حالا درباره سرنوشت بیوروی رادیوی آزادی در شهر باکو اشاره کردید. بگویید که ما میدونیم که این قضیه در دست دادستانی کل است. حالا سرنوشت این رادیو در داخل آذربایجان چگونه است؟ آیا شانسی دوباره باز شدن دفتر نمایندگی رادیوی آزادی در باکو هست؟ رادیوی آزادی فعالیتش را ادامه می‌دهد. هیچ کس حق ندارد که پخش برنامه‌های رادیو را منع کند. آنها می‌توانند فعالیت بیورو را در باکو کاملا قطع کنند. عملا آنها می‌خواهند دهان رادیوی آزادی را ببندند، ولی ما خاموش نمی‌مانیم و اگر معلوماتی داشته باشیم که اویله علیوف پول می‌دزدد، ما آن را حتما نشر می‌کنیم.